سفرهای بزرگ، رویاهای بزرگ و مردمان بزرگ. سفر فرجی روشن از کابل تا مزار، از مزار تا هرات، از هرات تا جلال آباد و کندوز. هر بار یک داستان جدید، هر بار یک شگفتی جدید. این بار سفر فرجی ما را به کجا خواهد برد؟ هر طرف که میرم گپ از سرعت فرجی روشن است. این طرف که میرم گپ از سیم کارت جدید روشن الفا پرایم میگن. او طرف که میرم گپ از 2 برابر سرعت فرجی روشن میگن. ما با تمام سهولت با 2 برابر سرعت فرجی روشن به تمام افغانستان میاییم. همکارایم از طریق زمین، ما از طریق فضا میایم. این بار نوبت ولایت زیبای شماست. آیا آماده هستین؟ سلام به غزنی زیبا. سلام به مردم با فرهنگ و با تمدن غزنی. چقدر خوشحال هستم و 4 ماه قبل برای ما گفتن که ما سفر فرجی روشن در ولایت زیبای غزنی میگیریم. شبها خواب نداشتم که در کجا تسجیل میشه، در مقابل کدام بزرگان قرار میگیرم، در مقابل این بزرگان چگونه صحبت کنم و چی بگویم. و من یک پیام یافتم از خداوند به شما عزت، صحت، خوشی و 2 برابر فرجی آرزو میکنم. از این که پیام خوب من نیافتم و در بسیاری جاها اگر من این گپ میزدم ای کلکم پایین شو که چک چک نکردن. قربان شما، ما در این برنامه بدون از اینکه 2 برابر سرعت فرجی روشن برای شما آوردیم، در پهلوی از این سیم کارت جدید روشن، سیم کارت الفا پرایم آوردیم که واتساپ نامحدود داره و شما میتونین که همیشه بدون اینترنت صحبت بکنین. دوستای عزیز هستین چک 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 برادرها، زنده باشین. یک دنیا تشکر، واقعا خوشحال هستم. الله چی کنم، باز سر و پای میلرزه، دستای میلرزه، پایای میلرزه. در مقابل شما هستم به خاطر که دوستتان دارم، به خاطر از اینکه محبت اینقدر زیاد است که استرس و هیجان وجود مرا به لرزه آورده و آرزو دارم که این هیجان تا آخر باقی باشه با همه شما. ماشاءالله ماشاءالله، چی زیبا. و همچنان دوستان عزیز، سفر فرجی روشن از کابل زیبا آغاز شد. بعد از او ما رفتیم به مزار شریف، از مزار شریف به هرات زیبا، بعداً به ننگرهار، به کندوز و امروز در شهر فرهنگ و تمدن هستیم. در بین غزنیچی‌های عزیز هستیم، در بین عزیزا، در بین بزرگا. خوش آمدین همتون، قربان قدمایتان، افتخارایم هستین. و همچنان جوانان عزیز، شما هم خوش آمدین. اطفال نازنین، قندولکا را سعی کنین به افتخاری اطفال نازنین و نام خدا همیشه نام ورزشکار. و فکرتان باشه اگر کس مرا در اینجا چیزی بگوید ما تیم خدا آوردیم و هم کلش ورزشکار. و ما یک جایزه بزرگ امروز برای شما از طرف خود در نظر گرفتیم که در این تالار میخواهیم که این جایزه قرعه کشی شود. از طرف خودم یک موتر 0 کیلومتر است. بله، رسانه هم شاهد باشن، بزرگان شاهد باشن، جوانان شاهد باشن که ما از طرف خود این همه برای شما اینه یک راز از این برنامه که شرکت مخابراتی روشن همیش با نوآوری‌های خود شناخته میشه و آل در این برنامه برای غزنی زیبا صندوق طلایی فرجی روشن آوردن. زنده خوب باشین.
کم کم وقتا برابر میشه که آدم در مقابل عشق و محبت روبرو میشه و افتخار میکنیم که از افغانستان هستیم، افتخار میکنیم که در بین شما هستیم. یک محبت، قدر لطف، یک بزرگی لایق یک نابغه است. شما هستین نابغه. بسیار زیاد تشکر. و همچنان دوستای عزیز از رسانه‌های عزیز خواهش میکنم اینمی قسمت اول ما را در خبران نشر کنن. صندوق فورجی روشن و صندوق اطلاعی روشن آماده است. تشکر همکارای عزیز. ما میخواهیم که برای شما نشان بدم که در این صندوق اولین جایزه‌ای که برای شما در نظر گرفته شده از طرف الفا پرایم و فورجی روشن مبلغ بیشتر از 100,000 افغانی است. امروز برای شما تقدیم میکنیم انشاءالله. نام خدا چی یک تالار زیبایی است. ابی خود آدم صدای خدا که میشنوه آدم لذت میبره. در این قسمت برنامه دوستای عزیز امروز که شما از 2 برابر سرعت فورجی استفاده میکنین در شهر تمدن افغانستان از برکت و از لطف زون ولایت غزنی است. در رأس از این جناب میا صاحب هستند و من میخوایم بیشتر از این که من بگویم دین که میا صاحب تشریف بیارن صحبت های رئیس صاحب زون داشته باشیم و بعدا انشالله بازم ما هستیم. صندوق فورجی هم هست، شما هم هستین، ما هم هستیم و امروز خوب میگیم، خوب میخندیم، خوب فریاد میزنیم. به افتخار خودتان، به افتخار رئیس صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. با اجازه جناب رئیس صاحب مخابرات ولایت غزنی، رؤسای دولتی، اعضای رهبری کمپانی مخابراتی روشن، مهمانان عزیز که از کابل تشریف آوردن، حضار گرامی و همچنان قسیمی عزیز که امروز در غزنی تشریف آوردن، افتخار بر ما بخشیدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجازه بدین یک سفر کوتاه در رابطه با فعالیت‌های کمپانی مخابراتی روشن خدمتتان عرض بکنم. کمپانی مخابراتی روشن در سال 2003 فعالیت‌های خود را آغاز کرد که خوشبختانه 34 ولایت یعنی تمام ولایات افغانستان را تحت پوشش خود قرار داده. بالاتر از 300 ولسوالی را تحت پوشش دارد. ما به هزینه 800 میلیون دلار برای سرمایه گذاری برای ارتقای ظرفیت فورجی در سطح افغانستان سرمایه گذاری نمودیم که امروز خوشبختانه الحمدلله ثم الحمدلله 150 سایت فورجی ما در غزنی در زون جنوب شرق داریم. زون جنوب شرق متشکل از غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا می باشد و ما انشاءالله برای سال 2026 پلان‌های توسعه‌ای دیگه هم داریم در قسمت سایت‌های جدید، در قسمت فورجی و ما تلاش میکنیم، در صدد ازی هستیم که در تمام او جایایی که تا به هنوز کمپانی مخابراتی روشن نرفته هنوز ما انشاءالله تلاش و کوشش میکنیم که او ساحات هم تحت پوشش خود بیاریم. الحمدلله امسال در حد 25 سایت جدید که تقریبا بالاتر از 80% از همین سایت ها در غزنی زیبای ما نصب شد، داخل شهر نصب شد، جایی که ارجحیت داشت، جاهایی که مهم بود در او جایا نصب شد و انشاءالله پلان برای سال آینده هم برای غزنی سایت های متعددی داریم. ساحات را تحت پوشش قرار خواهد دادیم که بسیار مهم و بسیار ارجحیت است و در اوج نفوس است و اونا واقعا نیاز دارد که باید تحت پوشش بیاید. کمپانی مخابراتی روشن نه تنها یک کمپانی مخابراتی بوده، در جریان هستیم که ما سهم فعال و گسترده در عرصه
فرهنگی، در حوزه اجتماعی، در حوزه انسانی داریم. ما کمک به آسیب دیدگان زلزله که در ولایت کنر متاسفانه ما داشتیم، ولایت بغلان داشتیم، ولایت هرات داشتیم. کمپانی مخابراتی روشن به آن رسیدگی کرد به اسرع وقت و دست اوی هموطنای ما که در اوجا متضرر شدن دستشان گرفتن. ما حمایت از مهاجرین برگشته از پاکستان و ایران حمایت همه جانبه نمودیم و همچنان توزیع کمک‌های رمضانی ما داشتیم که در سطح افغانستان اوی در فقرایی که اوی در افغانا و وطندارای ما که واقعا به بضاعت بودن و مسکین بودن، ما انشاءالله رسیدگی به اونا از طرف کمپانی مخابراتی رسیدگی صورت گرفت. کمک ها به مساجد از ترمیم گرفته تا فرش رسانی کمپانی مخابراتی روشن سهم فعال داشتند. کمپانی مخابراتی روشن دارالیتام‌هایی را که در غزنی، در بعضی ولایات دیگه در اوجا بودن و کمپانی مخابراتی روشن به او رسیدگی نمودن. فعالیت‌های ورزشی ما داشتیم که خوشبختانه ما امسال در سال 2025 یعنی 1404 تقریبا 12-13 اسپانسر ما در غزنی داشتیم، در خوست داشتیم، در پکتیکا و بعض ولایات دیگه ما داشتیم که خوشبختانه ما چند نمونهش خدمت شما عرض بکنم که فوتبال لیگ برتر ولایت خوست ما در اوجا اسپانسر کردیم که تقریبا در حد 6 ولایت در اشتراک داشتن و ورزشکارا را ما استقبال کردیم. و همچنان لیگ یا هم تورنمنت مسابقات تکواندوی نوجوانان و خردسالان ما در غزنی اسپانسر کردیم. مورد امثال از این ما سهم فعال در همکاری با تیم با مسابقات هوشیارافو در غزنی داشتیم که از طرف جوانا، از طرف جوانای با غیور ولایت غزنی مورد استقبال قرار گرفتن. اسکیتا در غزنی اسپانسر کردیم و انشاءالله اسپانسر ما و حمایت ما از جوانا ادامه داره. پس جوانا نیاز به حمایت دارن، جوانا نیاز به همکاری دارن و انشاءالله همیشه با جوانا هستیم. ما افتخار میکنیم که یگانه کمپانی هستیم که راجستر و یا ثبت نام سیم کارت ها را مطابق با پالیسی، مطابق با پروسیجر وزارت مخابرات انجام دادیم. قابل یادآوری است که روشن همیشه در کنار مردم افغانستان بوده، هست و می باشد. ما در اخیر بازم تشریف آوری شما بزرگوارا را در این محفل خیر مقدم گفته. امیدوار هستم که همیشه صحیح و سرحال و صحتمند باشند و همچنان قاسم جان تشریف آوریش به غزنی و همراه تیم و دستاندرکارایشان به غزنی تشریف آوریش خیر مقدم گفته. امیدوار هستم چند لحظه‌ای که با غزنیچی‌ها هستند لذت ببرن و خوش باشند. السلام علیکم و رحمت الله. تشکر از جناب رئیس صاحب، لطف کردین، بزرگی کردین، یک دنیا ممنون. متفاوت‌ترین و هیجان‌ترین برنامه روشن گام به گام آغاز شده است. برنامه زیبای جدید روشن است به نام گام به گام. و دوستای عزیز، این برنامه در اپلیکیشن روشن است که دوستایی که اپلیکیشن روشن دارن حتما بلدیت دارن که 6 مرحله داره این بازی و 2 مرحلهش که امروز روز بازی مرحله دومش است که مبلغ 500,000 افغانی جایزه داره. دوستای عزیز، 500,000 افغانی. و دوستای عزیز، کسایی که اپلیکیشن روشن دارن میتونن که مسیجای خدا چک بکنن. این بازی گام به گام یک بار به طور زنده بیاییم که انجام بدیم.
و این بازی به نام پای با پوقانه است که ما 5 نفر انتخاب میکنیم. یک پوقانه در پای راست یکی می باشه و یک پوقانه هم در پای چپ یکی می باشه. 5 نفر به پای خود 5 پوقانه دارن عوض به حساب یک لنگ بود و هر کسی که در مدت 1 دقیقه الا 1.5 دقیقه بتونه که پوقانه خود نمانه کسی دیگه از بین ببره. باز ما براتون میگم که چی گپ است. و شاهد ما امی برادرای رویگیر ما اوی ببخشین امی برادرای عزیز ما هستن که اینا هیچ وقت خنده نمیکنن دوستای عزیز و اینا فعلا کپسول جگرخونی خوردن. خنده کنین، ما و شما برادر هستیم. و ببینم در بین شما اول ببینم کی آماده است که این بازی را انجام بده. یک نفر اونم بچه‌ای که دستمال داره دست بلند که بیا لالا یک دانه بیاین. میشه که یک نفر دوم باشه. اینی دستمال خودتون دستمال که داری هم کلاه سفید مویای قدیمی. یک نفر دوم این دستمال سیاه که داری بیا. بس 5 نفر پوره شد. با افتخار اینا یک کف بزنین. همتون بفرمایین. بفرمایین همیشه استاد شوین بفرمایین نام خدا. و فعلا همکارای ما تشریف میارن. خب دوستای عزیز قسمی که میبینین ما 5 نفر گفتم 55 نفر تشریف آوردن و خیر دوستا همتون نور دیده هستین. فقط 5 نفرتون فعلا نیاز هستین. امی خودتون ما صدا کردم که بیا. در کجا ما صدا کردم؟ دروغ دیگه نگو بچه چی میشه نه؟ بیا در برنامه بعدی ما خودتون بخوایم بفرمایین. بازم تشکر چون 5 نفر نیاز داریم به او خاطر. بیا دم بغلم بیا. خیر صبر تو. اینم برو. 1 2 نام خدا 3 4. شما در کجا میشینین؟ نه در آباد اینجا در کجا میشینین؟ در کدام قسمت میشینین؟ جایتون نفر پولیتون از طرف سلام بگین بره. دوستای عزیز بازی پای با پوقانه است. هر کسی که تانست با پای خود پوقانه عریفه بکفانه با پای خود با دست نه پوقانه خود حفظ بکنه. 4 پوقانه فرقانده میشه. 1 نفر با 1 پوقانه با 1 پای در پیش روی ممیج حاضر می باشه. درست است؟ و ما از طرف سریعترین فورجی روشن و سیم کارت الفا پرایم مبلغ 20,000 افغانی را برشان تحفه تقدیم میکنیم. آماده؟ خوبش بفرمایید. بله بفرمایید شما بفرمایید. پوقانه کسای کفید بفرمایید. خوبش آفرینت بسیار عالی. دوستای عزیز مبلغ 20,000 افغانی خودم گرفتم. احمدالله. چی شد احمدالله را؟ نامک زیبایت احمدالله است. از تیم تکواندو هستی بشک؟ نام خدا سعی کنین بچه ها ورزشکار بود با وجودی که نوجوان هستن. سال هستی 13 باشی دیگه 15 از ما که در 2 سال کلان است دیگه. ببینین که در بین این بچه ها شروع ورزشکار بود حرکات متوجه بود و حفظ کردی. به شکل مبلغ 20,000 افغانی را ما برات امشب تقدیم میکنیم و ما میخواهیم از همکار بسیار بزرگوار ما از جناب نیازی صاحب یک از شخصیت‌هایی است که از سفرهای فورجی روشن کابل به تمام ولایت افغانستان ما را استقبال کردند و همیشه لطف و مهربانی و بزرگی و تبسمشان انرژی ما است. به افتخار نیازی صاحب تندیس تقدیم میکنن و همچنان صحبت‌های زیبای جناب نیازی صاحب. السلام علیکم، خوش آمدین. تبریک باشه مبارک باشه. تبریک باشه براتون، مبارک باشه، خیر باشه، آفرین. تشکر. خب شما رفتن میتونید. تشکر، خیر باشه. الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تر ټولو غوره انسان هغه دی چې د نورو خلکو لپاره ډېر ګټور وي، او تر ټولو غوره عمل هغه دی چې یو مسلمان ته خوشحالي ورکړي یا یې کومه ستونزه یا مشکل حل کړي. د وینا په پیل کې زه تاسو ټولو قدرمنو مېلمنو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ښکلی سنت وړاندې کوم چې عبارت دی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه عبدالعزیز نیازی د روشن مخابراتي شرکت د اړیکو او بازارموندنې برخې مرستیال یم. یو ځل بیا تاسو ټولو قدرمنو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. موږ د روشن چټک 4G انټرنیټ زیری د شریکولو لپاره مخکې هم د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفر کړی، لکه کابل، مزار، هرات، کندوز، ننګرهار. نو نن د وعدې مطابق د غزني تاریخي ولایت ته راغلي یو څو د روشن 4G چټک انټرنیټ زیری تاسو سره هم شریک کړو. قدرمنو حاضرینو، نن زه په هغه ولایت کې ولاړ یم چې د افغانستان د تاریخ، تمدن او ویاړونو زړه بلل کیږي. غزني هغه مبارک ښار دی چې تاریخ، ادب او دینی برکت پکې یوځای شوی. دا ښار د اولیاو او زیارتونو لپاره مشهور دی او د صنایع غزنوي د شاعرۍ او عرفان ټاټوبی دی. د تمدن رڼا پکې لا هم ځلیږي. غزني د میړانې، غیرت او کلتور ښار دی. داسې ځای چې هره کوڅه یې خپله کیسه لري او هر قدم یې د تاریخ اثر راژوندی کوي. څو ورځې کېږي دوستانو چې غزني ته راغلی یم له خپلو همکارانو سره. هغه درناوی او میلمه پالنه چې د غزني د خلکو راته راکړی زه په الفاظو کې نشم بیانولی. زه د غزني معزز او باوقاره ولس نه د زړه له کومې مننه کوم. غزني د موږ د روشن ښار دی، د روشن زړه او قوي سنګر دی. زموږ ریښې له غزني خلکو سره ژورې غځېدلي او دا اړیکه د احترام او باور پر بنسټ ده. له همدې امله نن تاسو ته یو ځانګړی زیری هم لرو. یوازې د غزني خلکو لپاره ده، یوازې د غزني زون لپاره ده. موږ تل د ورزش ارزښت پیژندلی او د افغان لوبغاړو ملاتړ مو کړی، لکه څرنګه چې وړاندې هم اعلان من کړی و. روشن د څو کلونو راهیسې د افغانستان د لیګ برتر یا غوره لیګ رسمي مالی ملاتړ کوونکی و، او له دې سره سره موږ د افغانستان ملي فوټسال ټیم هم رسمي سپانسر ولو. زموږ باور دا دی چې ورزش نه یوازې د بدن او روح روغتیا پیاوړې کوي، بلکې د ملي یووالي لپاره بېسارې فرصتونه رامنځته کوي. له قندهار د فوټبال لیګونو نه نیولې په ننګرهار کې د رمضان سولې کرکټ جام تر هرات د پهلوانۍ لیګ او د قهرمانانو لیګ پورې روشن تل د لوبغاړو او مینوالو ترڅنګ ولاړ پاتې شوی ده. سربیره پر دې موږ ویاړ یو چې روشن مخابراتي شرکت په کابل کې، هرات او جلال آباد کې د فوټبال سټیډیمونه بیا رغونه او برانډینګ مو ترسره کړی. دا هڅې دا ثابتوي چې روشن د ورزشي زیربناو پراختیا او د لوبغاړو ملاتړ ته ژمن دی. په وروستیو کلونو کې لکه څنګه چې میا صاحب مخکې اشاره وکړه، روشن نه یوازې په اقتصادي، تعلیمي، ټولنیز، کلتوري او ورزشي برخو کې اغیزمن رول لوبولی ده، بلکې زموږ مسؤلیت یوازې تجارت نه بلکې ټولنې ته یو اخلاقي او انساني تعهد هم ګڼو. په همدې موخه تیر کال د روژې په مبارکه میاشت کې موږ د کابل او نور ولایتونو له 2,500 بېوزلو کورنیو سره خوراکي توکي مرستې وکړي. او کله چې بدبختانه د موږ هیوادوال د سختو شرایطو له امله د همسایه ملکونو راستنېدل، په بد وضعیت کې روشن د عاجلو مرستو لپاره په لومړۍ کرښه کې و. موږ هغوی ته خیمې،
خوراکي توکي او ضروري وسایل برابر کړل. ځکه روشن یوازې یو مخابراتي شرکت نه دی بلکې خلکو ژوند ته ژوند شریک دی. زه له تاسو ټولو درنو حاضرینو څخه د زړه له کومې مننه کوم او ډاډ درکوم چې روشن به د افغانستان د پرمختګ لپاره په بېلابېلو برخو کې پانګونې ته دوام ورکړي او هیله لرم چې روشن د چټک فوجي خدمتونو سره تاسو ژوند لا نورې هم اسانتیاوې راوړي. مننه له پامه مو د یو آباده او هوسا افغانستان په هیله. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. د انټرنیټ ځانګړي وړاندیز یوازې د غزني زون لپاره 13 جی بی د 299 افغانیو په بدل کې او 50 جی بی د 999 افغانیو په بدل کې د دې بندلونو 50 سلنه د شپې د 10 څخه د سهار تر 2 بجو پورې د ګټې اخیستنې وړ دی. د فعالولو لپاره 222 ډایل کړئ. قسمی که میفهمین روشن همیشه حامی ورزش و ورزشکاران بوده و تیم فوتسال هم افتخاراتی را که در سطح آسیا کسب کردن باید یادآوری کنیم و به افتخارشان کف بزنین. تیم تکواندو در پولیشان، تیم کرکت. همچنان میخواهیم در این قسمت برنامه از جناب استاد خلیل ایازی مسئول کمیته تکواندوی ولایت زیبای غزنی خواهش کنم بیاین به استیج سخنان زیبایشان را برای شما ارائه بفرمایند. جناب استاد خلیل، السلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر؟ بفرمایید. با هر دلی که شاد شود شاد می شوم، آباد هر کی گشت من آباد می شوم. در قدم نخست به نمایندگی از فدراسیون تکواندوی ولایت غزنی تشریف آوری تمام مهمانان عزیز در این تالار خوش آمدید گفته و از مهمانان عزیزی که از مرکز تشریف آوردند و هنرمند محبوب ما ابراهیم جان قاسمی یک دنیا سپاس و تشکر میگم. محفل بسیار زیبا و رنگین ساختن. ما بسیار کوتاه روی ورزش صحبت خواهد کردم و همگام با روشن. باز هم اشتراک ورزشکارای خود در مسابقات جام همبستگی کشورهای اسلامی تبریک میگم و شما شاهد مدال‌های بسیار زیبای از این مسابقات بودین که یکشم نایب قهرمانی محسن جان رضایی بود که از فدراسیون تکواندو بود و مدال نقره بر افغانستان برمغان آورد. بسیار بجا است که صحبت کنیم. سال گذشته شرکت مخابراتی روشن فدراسیون تکواندو را حمایت کرد و مسابقات اوپن غزنی را اسپانسر کردند که ما شاهد دستاورد بسیار کلان در این بخش بودیم و غزنی میزبان تمام افغانستان بود در مسابقات تکواندو و الحمدلله ولایت غزنی در اون مسابقات مقام قهرمانی را گرفت که تلاش مسئولین ورزش غزنی، فدراسیون تکواندو و شرکت مخابراتی روشن بود که ما در اینجا از ایشان تشکر میکنم و در آینده ها میخواهیم که شرکت مخابراتی روشن ورزش را در بخش‌های مختلف حمایت کنیم و تا ما شاهد دستاوردهای کلان در افغانستان باشیم. خود مدالایی که به افغانستان برمغان میه همگیش تلاش ورزشکار است. همه ورزشکارا به حمایت سکتور خصوصی سخت نیاز دارند. پس ما میتونیم از تمام ورزشکارا خواهش کنیم که در بخش‌های ورزشی تلاش بیشتر کنند و سکتورهای خصوصی به خصوص شرکت مخابراتی روشن خواهش ما است که ورزش را در تمام افغانستان حمایت کنند و همونطور که ما دستاوردهایش را در لیگ برتر افغانستان دیدیم در مسابقات غزنی ان شاءالله در آینده‌های نزدیک همکاری بیشتر شرکت روشن
با ورزشکارا داشته باشند و ما دستاوردهای بسیار عالی و خوب داشته باشیم. جا داره که باز هم از این دستاورد بزرگ که در غزنی افتتاح شد، شرکت مخابراتی روشن و همکارانشان که واقعا زحمت کشیدن، غزنی را افتخار بخشیدن با فورجی. ما به نمایندگی از فدراسیون تکواندو از تک تک شما سپاسگزار هستم، زحمت کشیدین، خوش آمدین در شهر زیبای صنایعی و البیرونی و سلطان محمود غزنوی. امیدوار هستم که با یک دنیا خاطره از این شهر برگردین و غزنی همیشه میزبان تمام افغانستان خواهد بود. سپاس و تشکر از شما. استاد تشکر. قربان شما، خوش آمدین. از اطفال نازنین، از رفیقای عزیزم یک دنیا تشکر. من دلم از بیایم میشه پایین، بیایم پیشتان. بسم الله. از شما بسیار زیاد تشکر. این همه تو همیشه که مثل که ما شما را 3 ماه سرتان کار کردیم، تمرین دادیم، فهمیدی چوچه؟ این همه توی ورزش ادامه میتین و نام استادتان در کدام میدان، در کدام رنگ فکر کنین، در زمین نزنین. صحیح است؟ چند سال است که ورزش میکنی خودت؟ 1 سال. نام خدا، نام خدا. اینی بخش برای اطفال خواهد بود. از شما، از کل شما فعلا تشکر. شما برین تشریف ببرین، انشالله که پس شما را ما یک بازی میخوایم. صحیح است؟ عکس میگیرین که ما داری 50 رو پس. وقتی گفتم 50 رو پس کس میگه عکس نمیگیرم. به افتخاری اطفال کف بزنین. بفرمایین برین تو شاه. تشکر. نام خدا، خوشحال شدم. تشکر. بفرمایین بچه‌ها. تشکر. اوه دستم هم قمان. چه خوبه. خنده چرا خندی میکنید؟ خب حالا از همکارایم خواهش میکنم که یک بازی مقبول و زیبای دیگر هم بیارن به استیج. این بازی هم یک بازی مقبول و زیباست، مخصوص اطفال نازنین است. جوایز بزرگ در برنامه وفاداری روشن منتظر شماست. در برنامه وفاداری روشن به طور رایگان اشتراک کنید و با مصرف نبودن هر افغانی و دریافت هر تماس امتیازات وفاداری به دست آورده و این امتیازات را با موبایل های هوشمند، اینترنت، دقایق و پیام های روشن به طور رایگان تبدیل کنید. برای اشتراک رایگان فقط 1212 و یا ستاره 1212 علامت نمبر را دایل کنید و برای جوایز بزرگتر دیگر فقط اپلیکیشن روشن را دانلود نموده در چرخ وفاداری اشتراک کنید و برنده جوایز بزرگ الی آیفون 17 پرو مکس شوید. روشن نزدیک شدن. نامک زیبای خودت؟ احمد ایاز. کی مرده؟ ایاز جان. نام خدا. پیشترم تو جایزه را نبردی؟ برده بودی تو؟ خب جایزه را. نامک خودت چی است؟ علی آقا. پتکه نکن، نامت بگو. علی آقا. علی آقا. نام خدا. چقدر چشمکای مقبول زیبا داری. نام چوچه چی است؟ عبدالله. عبدالله جان. ارسلان. ارسلان. ماشاءالله. مای کبیر بر ما بتین. ارسلان جان اول خودت شروع کو و اگر که خودت تانستی 5 بوتلی که به می رنگای که در سر میز است، در اون طرف اگر تانستی کدام رنگ پیدا بکنی مبلغ 5000 افغانی ما برای خود جایزه میتیم. اگر دوستات دیدن گفتن نه پس دوباره برو در اونجا بشی. اگر برنده شدی استیج باش. آماده هستی؟ برو اون طرف سعی کدام بوتل در کجا میمونی. برو. 1 2 بان هر کدامش در جای میمونی. وی بانش ایره بان میشه. یک دانه بان ایره بان در جایش. شما بفرمایین. چوچه خودت برو. دقت کو. خودت هم برو. خودت برو. علی آقا بودی نه؟ علی آقا فکر میکنم میتونه. اوای 5000 افغانی علی آقا فعلا برنده است. خودت برو. عالی. نوبت خودت است. 10000 افغانی. آفرین بر شما. 10000. اموجا باش. عالی. یک کمی سنده. عالی. نوبت خودت است. برو.
خیر بیا این طرف ساد باش بیا. خودت ماندی نه نماندی؟ بد سعی نکن خودت جا ماندی یا نماندی؟ نماندی تو فعلا بوتلا؟ برو خیبان خودتام. تو برنده شدی؟ نشدی؟ خب خیر اینجا بان. میگم برنده شدی میگن نه. بیا خودتان بیا. خب یک دو تحفه برای شما تقدیم میکنم همکارای عزیز. یک دو تحفه برای اینا بیارین و در این قسمت برنامه در سایتان بخونین، برای سایتان رقم بکنین بچه مثل ما وری صحتمند باشین. تشکر همکار عزیز. اینی تحفه از خودت بشک. اینی تحفه هم برای خودت نام خدا. خودتون تکواندو میکنی ها؟ بشک. برشان کف بزنین بفرمایین. و در این قسمت برنامه مبلغ 15,000 افغانی که 5,000 افغانی را همه شما در بازی رنگارنگ از اپلیکیشن روشن برنده شدین. همکارای ما برای شما تقدیم میکنه. همیشه موفق، پیروز، کامیاب باشین. همین ویدیوی ما و شما هم دیگه به خیر یادگار میمونه دیگه. یک چند سال بعد سعی کنین کاکایتون ریسافیت شده بگین در این برنامه ما رفته بودم در غزنی. صحیحه؟ ما ریسافیت شدم. تو خوشی؟ خیلی بس میگی یاره؟ اینا نگوین دوستای عزیز که یه هم تندیز 5,000 افغانی مگم همکارای ما ایره باز پسان برای شما میده درست؟ تا ای که پیسا را جور میکنن اینه بچه ها اینه مبلغ 5,000 افغانی برای همتان برای از اطفال کف بزنین. بزرگترین برنامه روشن که شما منتظرش بودین آغاز شد. گام به گام، جایی که در هر مرحله یک قدم شما را به جایزه بزرگ 500,000 افغانی نزدیک می سازد. برای شامل شدن در این برنامه پرشور و هیجان کافی است که اپلیکیشن روشن را دانلود کنید. همچنان لایف های مرا همراه با روشن مرحله به مرحله از طریق صفحه رسمی روشن ببینید تا در مورد هر مرحله بیشتر براتون معلومات بدم و شما را به این جایزه نزدیک بسازم. همین حالا اپلیکیشن روشن را دانلود کنید. دوستان عزیز، آیفون 16 پرو مکس شما میتونین که از طریق سفر با روشن به دست بیارین. شما میتونین یک ویدیوی مقبول و زیبا در مورد غزنی زیبا، فرهنگ مردم، در مورد ورزشکاران، آن چیزی که در مورد غزنی شما میتونین به دل خود با موبایلتان میتونین که بسازین، در صفحات مجازیتان در اپلیکیشن های مثل اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب پست کنین. او ویدیویی که بیشترین لایک، کامنت و ویو بگیره امو شخص میتونه که آیفون 16 پرو مکس به دست بیارن و این لینکش هشتگ با سفر با روشن استفاده کنین و برای ما بفرستین و شانس خوب از امیال برای شما میخوایم. و همچنان آیفون 17 پرو مکس، آیپد و ده ها جایزه دیگر از طریق اپلیکیشن روشن چرخ وفاداری شما میتونین که به دست بیارین. از همین طریق یک پیام میخواستم برسانم که همکارای میگه که اول ویدیو را ببینین. جوایز بزرگ در برنامه وفاداری روشن منتظر شماست. در برنامه وفاداری روشن به طور رایگان اشتراک کنید و با مصرف نبودن هر افغانی و دریافت هر تماس امتیازات وفاداری به دست آورده و این امتیازات را با موبایل های هوشمند، اینترنت، دقایق و پیام های روشن به طور رایگان تبدیل کنید. برای اشتراک رایگان فقط 1212 و یا ستاره 1212 علامت نمبر را دایل کنید و برای جوایز بزرگتر دیگر فقط اپلیکیشن روشن را دانلود نموده در چرخ وفاداری اشتراک کنید و برنده جوایز بزرگ الی آیفون 17 پرو مکس شوید. روشن نزدیک شدن. دوستان عزیز، از طریق چرخ وفاداری ما امروز دو برنده داریم و خوشبختانه که دو برنده ما از غزنی است. تلفن اینا میگیرن به او خاطر شما کف برش نمیزنین. یک آیپد برنده شدن، شما هم اشتراک کنین و یک موبایل سامسونگ برنده شدن. دوستای برنده احمد شاه زمانی و فرهاد جان است. ببینیم که از کجا میایند.
نامایشان احمد شاه زمانی و فرهاد جان است. آستاست تا به قصه کس نباشد راحت قرار میشی تو بیش گپ. سلام خوب هستین؟ مایکم میشه که از اونجا بگیرین. نامک زیبای شما؟ محسنی. چگونه برنده شدین؟ اپلیکیشن روشن نصب کردم و با چرخ وفاداری شرکت کردم برنده شد. بشک من یک برنامه دیگه یک دوست گفتم چگونه برنده شدین گفت آدم باره. حالا بو گپی آدم آمد. برای دوست ما مایک بتین. سلام تبریک باشه برای خودتان. فکر میکنم سامسونگ خودتان بردین. بله از طریق چرخ وفاداری روشن. از اپلیکیشن روشن. از اپلیکیشن روشن بله. چگونه اینمی دوستایی که نمیدونن یک معلومات بدید. من خودم شخصا میخوام بفهمم. مختصرا براتون تشریح بدم. در خانه شیشته بودم میخواستم از طریق اپلیکیشن روشن یک بستر فعال کنم. دیدم که یک چانس دارم. چانس آزمایش کردم برنده تلفن شدم. همیشه موفق باشین. دمت یک میان در غزنی زیبای خودتان. خوشبختانه که از غزنی هم هستین برنده شدین. این تو کدام حرف دلتان است که به بزرگا به جوانا به نوجوانا بگوین؟ حرف خاصی ندارم. میخوایم که همگی لباس عافیت بر تن داشته باشند، صحتمند و سر حال باشند، از گزند روزگار در امان باشند. دیگه کدام گفتنی خاصی ندارم. چگونه مردم خودت تشویق میکنی که به این برنامه پیام بانن؟ چانس خود را بیازمایند. آیا فکر میکردی که خودت در این برنامه موبایل سامسونگ برنده میشی؟ نه خیر. هم یک وقت یک برنامه بود میگه فقط بله و نه خیر استفاده بکنین که دوست ما از استفاده میکنه. موفق باشی. امروزتون شوخی کردیم. تبریک باشه براتون. یک دنیا تشکر. و از همکارا خواهش میکنم که یک آیپد و یک موبایل سامسونگ برای جناب زمانی و محسنی بیارن. ای از احمد شاه جان عزیز است و از شما سامسونگ بود، موبایل سامسونگ، و از شما هم آیپد یک بکشینش کمی سعی کنین که هست یا نیست بیارش. یعنی دوستای عزیز ای را دیگه میگیری. تشکر. بفتخارشان کف بزنین. تشکر. تبریکتان باشه. سلامت باشین. بخیر باشین. بفرمایین. دوستای عزیز شما اگر اشتراک بکنین به چرخ وفاداری آیفون 17 پرو مکس، لپتاپ، آیپد و ده ها جایزه دیگر در خدمت شماست و او خود در اپلیکیشن روشن است. ما اپلیکیشن روشن است سعی کنین دوستای عزیز آوردیم این بار به روی صحنه. بیاین که اول بگوییم که 30,000 کردیت کارت روشن است. های دست پایین شو که کم نبی چک چک کس نکرد. مبلغ 30,000 افغانی کردیت کارت است دوستای عزیز و مبلغ 2,000 افغانی پول نقد است. برنده نشدید، یعنی اگه این خانه ایانان بیاید دیگه برنده نمیشین شما. ایرپاد است، پاور بانک است، یک سیم کارت طلایی الفا پرایم است. چی یک سیم کارتی است که نمرایش دیگه یک نمره است و همچنان یک فکایی جالب است و یا هم میشه که در غزنی کور بسیار زیاد مشهور است. من او که داخل غزنی شدم یکی از دوستا بر من صدا کرد گفت تو از او دامادای بیتالیستی که در روز عروسی در بین جوی میفتی. این کورا بسیار زیاد در غزنی مشهور است. میتونه که یک کور زیبا هم بگویه و همچنان یک هدفون است و یک قسیم در خدمتتان است دوستای عزیز. کی آماده است؟ نام خدا. اینقدر نام خدا دوستا زیاد است. من باید یک نفر انتخاب کنم. از شما انتخاب کردیم دوستا. اینمی بچه بیا دست چپ. بیا. سگا بیو. بیا دوست عزیز. بیا.
خوب است انشالله خیرتی است. نامه که چی است؟ روح الله جان. روح الله جان میشه که میچرخه دور بدی کدام خوش داری چی بیه برد؟ 30,000 کردت بیه. بله بفرمایین. بسیار بگم با استاد دیگه که وقت کمتر بگیرم. عالی. یک کور مقبول و زیبا یا یک فکایی برای دوستا بگو. هر چیزی گفته این داری برای دوستا بگو. وانا برای شما آمد که یک فکایی بگوین برای دوستا یا یک کور بگوین. چی یک فکاییه؟ تشکر از خودت. تشکر. بخیر باشی. خوشحال شدم. نامکتان بگو بر من. نامم روح الله است. چی است؟ روح الله جان. روح الله جان. خودشان به خود جان میگن. روح الله جان داغوشون بیا. یک ویدیو قسم جانم رید بگیرم. ویدیو میگیری؟ بگی ویدیو چی میگیری؟ بگی. دمیج غزنی می باشین شما؟ چی میکنین؟ خانه داریم. ما گفتم قیمه زندگی میکنین. دی ویدیو چی بگویم؟ دی ویدیو بگویم که فالو کنن یک تیک تاک دارم. خب تی واسه که مکتب بخون تیک تاک جور کردی؟ دوستا روح الله جان هست. انشالله سلامت باشین، صحتمند باشین. در یکی از برنامه‌های فورجی روشن آمده و متاسفانه که جایزه رو نبردن. بخیر باشین. ببینم که کیاست. ماشاءالله. بدخواری تفلک کف بزنین. نامه که چی است؟ محمد جان قند. بی یک چرخ بده ببینم که جایزه خودت چی خواد بود. و بخیر جایزه ها را که بردین انشالله باز این جایزه ها را ما برای شما تقدیم میکنیم. عالی 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 30,000 افغانی. عالی. به شکتان. بس بس بس. نری 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 نری. 2,000 افغانی. 2,000 افغانی. 30,000 آمده بود مگم چانس رفت. پس 2,000 افغانی هم تبریک و میشه. برش کف بزنین. نام خدایش همکارا برای تقدیم میکنن. نامه که چی است؟ اون طرف برین که نامک تا نام بگیره، تذکره تا نام بگیره که اون جایزه رو برای شما تقدیم بکنن. کیاست؟ اینی بچه که بیا. اینی کلاه سفید که پوشیدی ها بیا. میخوایم تا این کلاه سفید که پوشید. خود چون من یک نفر باید مرا بگن بخواین. میخوایم. سلام. خوب هستی؟ نامه که زیبایید؟ محمد صدیق. صدیق جان قند. چند ساله هستی صدیق؟ 16. 16 ساله. صنف چند مکتب؟ 10. از غزنی هستین دیگه؟ به شکتان. دوست دارین که امشب چی رو ببرین؟ دیگه 30,000 کردیت. 30,000 کردیت هم میخواین که ببرین. چانس خوب برتان میخوایم. بفرمایین. و پیشتر 30,000 کردیت آمد مگم پس رفت به 2,000. $30,000 افغانی کردیت. 2,000 برنده نشدید. احیانا اگر که در سر جایزه تکراری به او جایزه که داده شده باشه ایرپاد است. تبریکتان. بخیر باشین. بفرمایین. اینمی کلاه پیک داری. کلاه پیک. اینمی چوچه. بیا پالوان. بیا. نام خدا. نامه که تو چی است؟ احمد میلاد. صنف چند مکتب هستی؟ صنف 7. آرزو دارم که 30,000 کردیت خودت ببری. نام خدا پالوان قوی است. یک رقم تو داده که ما و شما باید تا شب استاد باشیم تا ای که استاده شود و شوخی میکنیم. این اطفال افتخار ما هستند. تفلکار ما بسیار زیاد دوست دارم. و سیم کارت طلایی روشن تبریک خودت باشه. اینا فکر میکردی که برنده میشی؟ آره. تشکر.
همکارا برین سیم کارت اطلاعی روشن برای قندول تقدیم بکنین و میایم بیا حالا خودت بیا ما کوکو خودتون میخوایم نفر زیاد است ما شرمنده بیا کوکو می خودتون بیا دیگه بیا کوکوی بزرگوارم بیا نام خدا در غزنی که این بگوین بیا کوکو 5 نفر کوکو میه بیاین همتون بیاین دیگه خیر است همتون نه نمی دوستا سلام علیکم چی گپ خیراتی است ان شاء الله نامه کی چیز رحمان السلام علیکم خوب است ان شاء الله خیراتی از جانکتون جور استاد بزرگوارم السلام علیکم خوب است افتخار ما هستین بفرمایید استادای بزرگوار بیا چه خودتون چیزا چون نام خدا نامه که زیبایتون استاد قند من نام عبدالرؤوف است استاد رؤوف بزرگوار از غزنی زیباستین از غزنی زیباستم بله افتخار ما هستین خوشحال هستیم که در بین شما هستیم خوش آمدی به شهر زیبای غزنی سلامت باشین من آرزو دارم که 30000 کردیت برای خود شما باشه بفرمایید کاکا رؤوف به 30000 افغانی نزدیک میشن و 2000 افغانی و بسیار تشکر از لطفتان دیگه اگر 2000 افغانی را به حساب می آمد چون 2000 افغانی دوستا برنده شده بودن کلاه سفید که داریم این آخرین نفر باشی که دوستا میگن خیر است جوایز دیگه هم داریم یک نفر کلاه سفید بیاین بدو دیگه امی آخرین باشه بدو برشان کف خوش آمدین اسم زیبایتان سلام بر شما استاد سمیع از خود غزنی زیبا بسیار خوب آرزو دارم که مبلغ 30000 کردیت امشب شما برنده شوین بخیر باش بفرمایید من آرزو دارم که 30000 افغانی را برنده شوین چون لطف دوستا زیاد است بزرگی شما زیاد است دیگه نام خدا دستای همگی بلند است ها ایرپاد تبریکتان باشه اگر برنده شده بودن دوستا خب برنده شدن اگر نشده بود همکارا برای شما تقدیم میکنه یک دنیا تشکر بخیر باشین زنده باشین خدا کمتان نکنه منتظر باشین دوستای عزیز از این کدام جوایز بیشتر داریم از طریق قرعه کشی باقی مانده ای بازی را که آیفون 17 پرو مکس است آیپد است آیفون است ده ها جوایز نقدی و غیر نقدی در اپلیکیشن روشن است دوستان عزیز شما میتونین که اشتراک بکنین و از جا برنده شوین فعلا در این قسمت برنامه من خیلی چیز زیاد نمیگم فقط وقفه داریم بس جوایز بزرگ در برنامه وفاداری روشن منتظر شماست. در برنامه وفاداری روشن به طور رایگان اشتراک کنید و با مصرف نبودن هر افغانی و دریافت هر تماس امتیازات وفاداری به دست آورده و این امتیازات را با موبایل های هوشمند، اینترنت، دقایق و پیام های روشن به طور رایگان تبدیل کنید. برای اشتراک رایگان فقط 1212 و یا ستاره 1212 علامت نمبر را دایل کنید و برای جوایز بزرگتر دیگر فقط اپلیکیشن روشن را دانلود نموده در چرخ وفاداری اشتراک کنید و برنده جوایز بزرگ الی آیفون 17 پرو مکس شوید. روشن نزدیک شدن. دوستای عزیز بازم خوش آمدین. مرحله بسیار حساس است. قبل از این مرحله ما سپاسگزاری میکنم از تمام همکارای عزیزم
که این برنامه را تنظیم کردن یارمند صاحب، جناب سیرجان شریفی، نیازی صاحب، بانو سلیمی و تمام همکارانم، جناب هوشنگ که نمیتونم نام تمام همکاران را بگیرم که کلاسترار خارج نشن، نگوین که البته 4 بجه شده رخصتی است. و این مرحله دوستای عزیز صندوق طلایی فورجی روشن است که از مبلغی که 100,000 افغانی بیشتر جایزه بود، فعلا 25,000 افغانی دیگر هم برای شما میخواهند که جایزه تقدیم بکنن، ولی هر نفری که برنده میشه از طریق قرعه‌کشی 5,000 افغانی ما برشان تقدیم میکنیم. و حتما کارتایتان پیشتان است که اول برنامه شما آمدین. کارتایی که پیشتان است ببینیم. کارتایتان است، کلکایتان نه، کارتایتان. کارتایی که نمبر بود است نه. با دقت ما میخواهیم که یک شماره را یکی از امی تفلکا انتخاب کنه. تفلکا بیا تو بیا. خیر، شماره میخواهیم در بین از این باکس شماره هایی که پیش شماست و این شماره ها در بین از این باکس هم است دوستای عزیز. و از بین از این باکس این دوست ما یک شماره را انتخاب میکنه و خودش این شماره را میخوانه که شماره چند است. یک شماره را بگی و بخوان که شماره چند است. و هر کسی که برنده شد 5,000 افغانی را ما برشان تقدیم میکنیم. شماره 333. برای دوستان نشان بتیش. 333. در بینتان شماره 333 کسی است؟ السلام علیکم. صحت مبارک شما. 817 بگیرین قاری صاحب. 615 بیا. یک تفلک آمدن و شماره 615 فکر میکنم که شماره شان است و برش یک کف بزنین دوستای عزیز. بیاین. السلام علیکم. نام مکتب بگو با مایک. محمد احسان. احسان جان شماره تا بر ما بده. 615 دوستای عزیز مبلغ 5,000 افغانی رم احسان جان نازنین برنده شدن دوستای عزیز که برشان تبریک میگیم. قاری صاحب از شما تشکر هم. 1336. 1336 اینه بالاخره 1336 آمد و خوشبختانه که امروز در این برنامه اطفال بیشتر برنده شدن. زنده باد خود ما. برشان کف بزنین. 1336 برنده 5,000 افغانی شدن که نامک زیبایشان و تبریک هم برای شما باشه. عبدالله جانم کارتک هم لطف کنین بر ما بدین. 1336 تبریکشان باشه ماشاءالله برشان و 5,000 افغانی را ما بر شما تقدیم میکنیم همکارای ما و آل یک شماره را خودتان بگیرین. ما مبلغ 10,000 افغانی را بر شما تقدیم میکنیم. شماره 693 خودت هستی؟ کوکیتو چیچه؟ کدام خواندم؟ 1549 صبر تو که با قرآن اگر نبود اگر مکرد تو که باز کار دارم. 49 چوچه تو در جان ما میزنی خوب؟ والله نه چوچه تو در جان ما میزنی. 1904 1904 خب اگر از تو دروغ بود خب ما چند نفر هستیم خب قاری صاحب هم هست. اگر که 1904 شماره دوست ما بود مبلغ 10,000 افغانی را از طریق سریعترین فورجی روشن برشان تقدیم میکنیم. تشکر از ورزشکارای عزیز، از اطفال عزیز، از جوانای عزیز، از غزنی زیبا تشکری میکنیم. یک روز بسیار خاطروی، یک روز بسیار ماندگار در زندگی ما ماند و انشالله برای شما می روز جمعه روز خوبی بوده باشه. از خداوند عزت و صحت و خوشیای بی پایان
بر مردم غزنی، بر تمام ولایات افغانستان، بر تمام افغانستان زیبا و از طریق افغانستان زیبا خوشی و دلهای تمام دنیا و تمام مردم دنیا آرزو میکنیم. و در این قسمت برنامه اساتذه صاحب میه جوایز دوستای ما را تقدیم میکنن و یک بار همگی به یک صدا یک فریاد جلالا به افتخار افغانستان زیبا، به افتخار افغانستان زیبا.